سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپیدم و هدفم از ساختن این ویدیوها اینه که در مورد لکنت صحبت بکنم. لکنت مسئله‌ای که خودم از بچگی باهاش درگیر بودم و با خودم گفتم که شاید در میون گذاشتن تجربیاتم و مسیری که طی کردم حداقل به یه نفر کمک بکنه که راحت تر بتونه لکنتش رو حل بکنه و روان رو خوب صحبت بکنه. نمیدونم میدونید یا نه، ولی لکنت یک مشکلیه که میلیون ها نفر تو کل جهان دچارش هستن. فکر میکنم تو کشور خودمونم نزدیک 700-800 هزار نفر هستن که لکنت دارن، ولی خیلی کم ازش صحبت میشه. و من میدونم که لکنت چقدر میتونه تو جنبه‌های مختلف زندگی یه نفر رو تحت تاثیر قرار بده. تمام تجربیات کودکی یه نفر، اعتماد به نفس، احساسی که به خودش داره، طوری که دنیا رو میبینه و تمام روابطش و یه طوری انگار تمام جنبه های زندگی یه نفر رو تحت تاثیر قرار میده. و یکی از مهمترین چیزهایی که تو این مسیر کمک میکنه اینه که خود فردی که لکنت داره باور کنه که لکنتش قابل حله. خود من سالهای زیادی رو بدون اینکه با هیچ گفتار درمانی مشورت کنم یا هیچ گونه تلاش خاصی بکنم که لکنتمو برطرف بکنم سپری کردم. راستشو بخواین توی دوران بچگی و نوجوانی با اصرار خانواده با گفتار درمانهای مختلف کار کردم، ولی یه جایی توی دهه 20 زندگیم که تازه مثلا شروع جوونی بود و میتونستم مسیر زندگیمو خودم انتخاب بکنم، به این نتیجه رسیدم که سپیده همینه دیگه، لکنت داری و این حل شدنی نیست. هر چقدر تلاش بکنید باز برمیگرده. تو با این مشکل گیر افتادی، این سرنوشت توه و مجبوری باهاش زندگی بکنی. مجبوری که همیشه حواست به صحبت کردنت باشه و سختیشو تحمل بکنی. این یه مشکل حل نشدنیه. و راستشو بخواین سالهای زیادی هم اینطوری زندگی کردم، ولی این واقعیت نیست. لکنت اصلا یه موضوع حل نشدنی نیست. یک مشکلی که تو باهاش گیر افتاده باشی یا سرنوشتت باشه نیست و تو اصلا مجبور نیستی که تمام زندگی تو صحبت کردنت گیر بکنی، همیشه از صحبت فرار بکنی و توی حرف زدن مشکل داشته باشی. بذارید براتون تعریف کنم که چی شد که من این دیدم تغییر کرد. یه بار داشتم یه پادکستی گوش میدادم در مورد کتابخوانی بود، یعنی اصلا موضوعش هم یه موضوع دیگه بود و آقای گوینده بر حسب بحثی که پیش اومده بود و در مورد خاطرات کودکی بود شروع کرد به صحبت کردن از خاطرات بچگیش و گفتش که تمام دوران کودکی و نوجوانیشو لکنت داشته و خیلی اذیت شده، ولی یه جایی توی شروع جوانیش با گفتار درمانی تونسته حلش بکنه. و من اینجوری بودم که واقعا، چون تو اصلا کاملا داری روان صحبت میکنی، هیچ مشکلی نیست تو صحبت کردن. طرف پادکستر بود دیگه، داشت گویندگی میکرد، بیشتر از مثلا 40 دقیقه 1 ساعت صحبت میکرد تو پادکست و هیچ مشکلی نداشت. و اونجا اولین جایی بود که من داشتم یه نفری رو میدیدم که داشت میگفت لکنتش رو برطرف کرده. تا قبل اون حتی ایده این که لکنت قابل حل باشه اصلا از ذهن من رد نمیشد. و یادمه که اونجا یه نوری تو قلب من روشن شد و برای بار اول به این موضوع فکر کردم که شاید واقعا لکنت قابل حل باشه، شاید یک موضوعی نباشه که من باهاش گیر افتادم. و نزدیک 2 سال پیش بود این موضوع و یادمه یه ماهی با خودم همینطوری گاه‌گداری از ذهنم رد میشد و هم میگفتم که واقعا شدنی نیست. و همونجا بودش که دوباره تصمیم گرفتم که حالا یه شانس دوباره‌ای بدم، دوباره برم گفتار درمانی. ولی این دفعه یه دید جدید داشتم. این دیدو داشتم که این سری واقعا میخوام حلش کنم و مطمئنم که میشه. پس قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که خودت باور بکنی که لکنتت واقعا قابل حل
و چیزی هم نیستش که بتونی یه شب باورش کنی، به خودت حق بده در صورتی که اولش باور کردنش برات سخت باشه یا بترسی، ناامید بشی، خسته بشی، ولی با صبر و استمرار و تلاش واقعا لکنت حل شدنیه. و میتونم بگم که راه‌های زیادی هست که بتونی اینو کم کم باور بکنی. میتونی توی اینترنت سرچ بکنی و لیست آدمای مشهوری که لکنت داشتن و برطرفش کردن رو ببینی، خیلی زیادن. میتونی توی اینستاگرام یا یوتیوب پیداشون بکنی، کسایی که لکنتشون رو برطرف کردن و حالا دارن در موردش صحبت میکنن. خیلی سخنرانای زیادی هست، خیلی کتابای زیادی هست و اینکه تو چنین کسایی رو ببینی میتونه بهت این دیدو بده پس برا منم شدنیه، پس منم میتونم برطرفش کنم. چون مخصوصا تو کشور ما این موضوعات اصلا انگار تابوه، اصلا هیچکی راجع بهش هیچ صحبتی نمیکنه و خیلی تو کم کسایی رو میبینی که مثلا بیان بگن که من لکنتمو برطرف کردم، یا خانواده هایی که بدونن که مثلا در صورتی که بچهشون لکنت داشته باشه این مشکل واقعا حل شدنیه. و برای اینکه باور کنید که لکنتتون حل شدنیه به خودتون زمان بدین و اصلا فکر نکنید که قراره تو 2 روز قلبتون این موضوع رو باور کنه. فقط یه جایی اون پس ذهنتون داشته باشین که شاید اصلا سرنوشت شما نیستش که همه زندگیتون رو با لکنت درگیر باشین و تو صحبت کردن گیر بکنید و در صورتی که گاهی مغزتون بهتون میگه که چرت و پرت نگو، داری وقتتو هدر میدی، این موضوع حل شدنی نیست، زیادی خوشبینی و همه این حرفا، سعی کنید بهش توجه نکنید. خب حالا بریم سراغ قدم دوم. راستش قدم دوم چیزیه که گفتار درمانم توی شروع درمان خودم بهم یاد داد و خیلی کمکم کرد. شما وقتی میری گفتار درمانی در واقع یه سری تکنیک یاد میگیری که با تمرین کردنشون میتونی روان صحبت کردن رو تمرین کنی و حالا راجع به اون تکنیک‌ها توی ویدیوهای بعدی مفصل صحبت میکنم. ولی چیزی که اینجا مهمه و میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که خیلی از ماها این تکنیک‌ها رو یاد گرفتیم ولی اینکه انجامشون بدیم، حوصله‌اش رو داشته باشیم یا که اصلا یادمون بمونه بزرگترین معضل ماست. و طبیعی هم هست، شاید مثلا خیلی از ماها بدونیم، یعنی یاد گرفته باشیم یا شنیده باشیم که شمرده تر صحبت کردن باعث میشه که تو کمتر دچار لکنت بشی. ولی فرض کن مثلا وسط یه بحث جدی با همکارتی و شدیداً خشمگینی، خب معلومه یادت میره که قرار بوده آهسته و شمرده صحبت بکنی و طبیعی هم هست. و من یه دفعه این موضوع رو به گفتار درمانم گفتم، بهش گفتم که ببینید من تمام تکنیک‌ها که شما میگید و یاد میگیرم و سعی میکنم که استفاده کنم، ولی خیلی جاها یا اصلا حوصله‌شو ندارم یا اینکه یادم میره و همین حالا یا همین باعث میشه یا به صورت شانسی لکنت میکنم و بعدش اینطوری میشم که به خودم میگم که ببین باز تکنیکا رو رعایت نکردی و گیر کردی تو صحبت کردنت. خودم رو سرزنش میکنم و به خودم قول میدم که دفعه بعدی حتما تکنیکا رو رعایت میکنم، ولی باز یادم میره و این سیکل هی تکرار میشه و من اصلا همش حالم بده تو این موضوع. و گفتار درمانم حرف قشنگی زد، گفتش که لطفا خودتو اصلا از این به بعد سرزنش نکن، تو داری عادتی رو تغییر میدی که تمام زندگیت داشتی و قرار نیستش که یه شب تغییرش بدی. مثل یه درخت تنومندی شده که تو میخوای یه شب قطعش بکنی و شدنی نیست. با خودت صبوری کن. و گفتش که بیا یه قولی بده، بیا قول بده از این به بعد این تکنیکا رو هر جایی که میتونی، هر چقدر که خودت میتونی و با هر کسی که خودت راحتی و میتونی انجام بدی. هر چقدر که میتونی، هر کجا که میتونی، با هر کسی که میتونی، بدون هیچ فشاری. فقط با خانوادت راحتی یا فقط با غریبه ها راحتی، هیچ اشکالی نداره، فقط با همونا. فقط وقتا که خیلی سرحالی راحتی، هیچ مشکلی نیست، فقط همون وقتا انجامش بده و اصلا
فکر بقیه وقتایی که مثلا شما رو صحبت نمی کنی یا بقیه تکنیکایی که یاد گرفتی رو استفاده نمی کنی، اصلا به فکر اونا نباش. و راستش رو بخواین این خیلی راه حل هوشمندانه‌ایه، به خاطر اینکه اون صدای توی ذهنتون رو که همش بهتون میگه که تو باید همه جا تکنیکا رو استفاده کنی و به بهترین حالت صحبت بکنی رو ساکت میکنن و این تکنیکا رو که برای تو تبدیل شده بوده شاید به یه وظیفه سخت، تبدیلشون میکنه به یه سری راه حل که تو هر جا که دوست داشته باشی میتونی اونا رو استفاده کنی و صرفا تمرینشون بکنی. این خیلی راه حلیه که کمک میکنه. در مورد قدم اولم که صحبت کردم، حتما این کارهایی که گفتم رو تلاش کنید بکنید، سرچ کنید و تمام کسایی که مثلا یه روزی لکنت داشتن رو لیستش رو ببینید، میتونید زندگی نامه هاشون رو بخونید، خیلی کمکتون میکنه. خیلی ازتون ممنونم که به حرفای من گوش دادین و واقعا امیدوارم که حرفام مفید واقع بشه. خدا حافظ تا ویدیوی بعدی.